بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نوع دوستی تمرکز شده است. سلام برس هموطنان عزیز، خدا کنه جور و سلامت سرحال باشین. ما در سایه دارالمان هستم و چند روز قبل که با خانواده برنامه داشتیم. یک بچگک جوان 14 ساله پدرشان معیوب بود، خود تفلک باش که متاسکل تیر شود. اون نوجوان سرطان داشت. بعض دوستا بر ما اطلاع دادن که بر ازای حق پیوستم و بچگک دیگه. امروز ما قرار است که یک مقدار مواد خوراکه را خریداری کنیم ببریم برای خانواده از وا تسلیم کنیم، چون کاریگرم و پدرجان بود، یک پایشام نبود. بچگکشام 2-3 روز میشه که فکر کنم به حق پیوستم. پیش از این که ما برسیم به اونجا سودا را خریداری میکنیم، شما یک بار تصویر گذشته را ببینید که تفلک چی مریضی داشت، چگونه ما رفتیم به خانهشان و مور شما ببینید دوباره برمیگردیم. پسر نوجوانش به بیماری سرطان مبتلا است و 1 سال از این بیماریش می‌گذرد. این پیرمرد یک چشم و یک پایش را از دست داده است و بیماری پسر با ذکاوتش او را شاید بیشتر ناتوان ساخته باشد. ما رونده یک منزل ساکت و خاموش در میان این کوچه ها هستیم و باز هم به افسانه این خانواده گوش میگذاریم. وارد منزل میشویم و این فضا هم به نوجوان بیمار این خانواده خودش را پشمرده ساخته است، ساکت و پر از غم. و علیکم سلام. چطور هستی جان کاکا؟ خوب است؟ صحتت خوب است؟ احمد مسعود نام دارد، پسر با ذکاوت بالا و چهره پر از زیبایی ها، اما وجودش مبتلا به بیماری سرطان و پاهایش ناتوان در حرکت دادن. چطور هستی؟ خوب است. جانک جور است؟ نامک چی است؟ احمد مسعود. نفسهایش کوتاه شده و به دشواری با زبان شیرین خودش پاسخ میگوید. چند ساله هستی؟ 14 ساله. 14 ساله. پیش از این که جور بودی مکتب میرفتی؟ صنف چند؟ 5. 5. چی مشکل داری حالا؟ پایکای چی شده؟ پایم دم نداره. دم نداره؟ گمان میکند همه مشکل در پاهایش است، ولی از این بیماری دردناک خودش آگاه نیست. مسعود یگانه پسر این خانواده با 14 سال عمرش این گونه با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند و از سنگینی این بیماری در هر نفسش حس می شود. خب چی میخوایی از هموطنا که چی کمک کنه که خودت که جور شوی بخیر پس بری درس بخوانی؟ کوتاهی نفس برایش مجال درخواست کمک را از هموطنان نمی‌دهد و شاید هر لحظه برایش 1 سال بگذرد. نمیتونم گفت. نمیتونی؟ خب در مکتب صنف چند بودی؟ 5. 5.
خب ناشته میتونی؟ ها. خب مسجد هم میرفتی؟ آه. آرزویش کمک کردن به خودش است تا حداقل تبدیل هوا کند و خستگی این بستر را حداقل به یک لحظه از خودش دور کند. به خونه باز بشینم. جان به خونه. پدرم نامد دیگه همین نامد یک ساعتک بیرون میکشیده من تک دلت دیگه میشد. ولی خداوند این گونه او را به آرزویش میرساند. آغوش پر از مهر برایش باز می شود. و همه با لبان پر از لبخند و خاطر بخش می خواهند خدمتگزار این پسر نوجوان باشند. ما برای این خانواده درددیده مقداری از مواد غذایی را به کمک شما هموطنان خریداری میکنیم. و باز هم وارد کوچه های نفسگیر می شویم. کوچه هایی که چند روز قبل مسعود آنها را نظاره کرده بود. سلام دوباره هموطنان عزیز، بالاخره رسیدیم پشت در همون نیازمنده که قبلا شما برنامه را دیدین با نمیشه. سلام علیکم. سلام علیکم سردار جان، خوب است؟ جانک جور. اول ساعتان خوب است؟ خیر جانک جور. ساعت خوب سلام است. علیکم، خوب است؟ بخیر. چی حال داری؟ قرار است انشالله خیر. بیا که خانه بریم. بیاین در خانه بیاین. زندگی سرت باشه، والا ما هم روز خبر شدیم دیگه. قربانتان، خدا خیرتان بده. ولی تو جواب ما داد یک خواب بود که دیدیم شب بیدار شد. بسیار درد کشیدیم این روز، بسیار وضعیتش خراب بود. دو یک شنبه فوت شد.
امون روزی که ما آمدیم 3 روز بعدش بود یا 2 روز بعدش بود. شما چه وقت آمدین؟ مقصد یک روز یک شنبه فوت شد دیگه. آخرین لحظات زندگی مسعود را این گونه حکایت می کند با صدای پر از درد خودش. جان وقت بته یک گلاس یک شیر خورد پیش از او گفت بسیار تشنه شدیم خیره یک ذره او یخچالی بتین. ما مادرش گفتم بتش او یخچالی هم بتش. ما او یخه که میخورد فقط بگوی مزهش میداد میگفت در گرفتم. اما بود چند دقیقات جان و جانان داد. در خانه بودین؟ بله ها. شب بود یا روز نه بود؟ تقریبا 20 کم 7 بجه روز بود. همون روزی که ما آمدیم گفتین صبح پیش دکتر میبریم به خاطر که نفسش کم گرفته میشد. باز بردین نبردین؟ پیش از این کلینیک بودیم اونجا یک دیگه گفت شاید چی باشه با اکسیژن ضرورت داشته باشه. باز چی کردیم دیگه دکترش دروازه نمیگفت. تلفن برش کردم گفت سپال به خدا بلکه جور شد یکان دوا وصیت کرد. خب نه چیز نشد دیگه. وقت پورا بود. وقت پورا بودم. دمون یک روز پیش از او که بمونه جانکش تا تا پس اوساز بیرو برآمده بود. هیچ دیگه تو چیز خورده نمیتونستم. این نفس بسیار زود تا و بالا بمیدم. فقط که بگو اینجاش یک دیگه تندیده بود دیگه. باز رفت بعد وقت پیوست. بیا خدا رحمتش کنه با جمله گذشته ها دیگه میگیره را کل ما شما داریم. خدا خیرتان بده. وضعیتش بسیار خراب بود نشد دیگه. البته اراده الله نبود که او دوباره صحت یاب شود. بسیارم دمیتش 2 روزه که جان میداد طبیعتش خراب شد. امروز روزی که چی میداد گفت پدر برای مکرونی بیار. گفتم میارم برای صدقه شب خوردن نتانست. گفت دلم نمیشه سبا چاش برم سبا چاش پخته کنه. تا سبا چاش زده خانه خاک مانده شد. بسیار بچه عاجز، بسیار بچه فقیر. هیچ که تو بچه های لاغبالی نمیگشت. بسیار که تق می آورد نه بیرون مبرامده میگفت پدر ملام کتت ببر که من دقاوردیم که دیگه بچه ها نمیگشت. اینی میخوانه در موبایل قرآن کریم میخوانه ترجمه میکرد. 1 ساعت 1.5 ساعت میخوان. می آمده میگفتم بچه گلم خسته میشی سر اعصاب تاثیر نکنه. میگفت پدر من قرآن کریم خواندن خسته نمیشه. دیگه به قول علما دیگه بسیار یک درجه شهادت بسیار. اما تو چی کرد که کسی که خاص بر ازای خدای خود سر داده باشه اما تو یک شهادت نصیب شده انشاءالله. دیگه ما را در بدر ساخت. هر سو که میبیرم دم پیش روی مثل است. یادم و وضعیت خود یادم و وضعیت که 1-4-5 ماه پیش سر پای بود. با مو وضعیت پیشه مگه در تشناب میره مگه بیرون میره مگه در مسجد میره مگه در خانه میایم. نمه تا پیش روی مستادم میشه. خداوند پاک رحمتش کنه. آی لا آمین.
چاره نیست چیزی که پروردگار یکی از مهربانی های الله بزرگ ما است که این اگر تر مرگ یکی و یک بار میگد شاید زاره ما یا از مادرش میتقید، اما او را در یک حالت آورد که ما به مرگ از او راضی شیم. این رقم دردی که میکشید میگفتم خدایا خودت بهتر خوبتر میفهمی، در چیزی که خیرش است امو را پیش کن. یعنی به صدها آرزوی خود رفت زیر خاک. نه به صدها آرزوی خود زیر خاک رفت. میگفت من میخوایم که حافظ قرآن کریم شه و میشم پدر. میگفتم بچی قدم چرا نمیشه؟ تو کوشش کنید حافظ قرآن خداوند خونمت برای کسایی که او کلام از او دوست داره کلام خدا برش میته برای کس خونه میته. بعد از من یک بچه خود میوب اونم یک بچه بود خداوند داد. گفتم یگان دفعه که فکر میکنم میگم احمد ما یک خو بود که او را دیدیم خو، پس بیدار شدیم دیدیم که نه احمد اصلا هیچ چیز نیست دیگه. فقط این دو تا دخترکای که مادرش دخترکای مادرکش است. برای مادرش خب بیخی سخت بود. برای مادرش خود دیگه من خب بازگاهی ناگاه یک بیرون دروم ابراهیم او دیگه که هر جای تا کنه بالا کنه هر چیز اکشه میبینه دیگه خدا میدانه او که امو تیر میکنه دیگه. یکی خود 14 سال بعد نظری جان ما را خدا اولاد داد. 14 سال بعد این 14 سال بعد اون بچه که نه اینا 14 ساله شده بود. اگر میگفتم بچه خندم خیلی کل بچه ها مویای خودن می رقمی جور میکنیم جرکای تکم میکنیم اینجا تجاد رقمه می دیگه بچه ها نمیگفت پدر از من که جور میکنی یا کلش کو یا ماشین صاف ساده کن نه و تو رکایی بر من جور نکن. خوشا به حالش که حافظ قرآن میخواست شود ولی بسیار ارمان داشت که من حافظ قرآن شوم. یگان طرح که میدید که میخوانم میگفت پدر ما میتونم یک وقت همطور رقم ازی بخوانم. چرا میگفتم نمیتونی پدر؟ حتما میتونی بخیر. خداوند پاک با برکت روی حبیب تمام گذشته‌های ما را بالخصوص احمد جان غریق رحمت کنه. پدرش مادرش تمام خانوادهش صبر جمیل عطا فرمایه. پروردگار عالم این بدبختی را از وطن ما گم کنه. خدا تمام گناه ما را ببخشید. پروردگار عالم در آخر میگیم که لا اله الا الله محمد رسول الله. هموطنان عزیز، بالاخره نوجوانی که مریض بود جان به حق تسلیم کرد و این پدرش است و طفلکا است. امیدوار هستیم که همیشه با این خانواده شما همدردی کنین و همکاری کنین. پروردگار اجر دنیا و آخرت نصیبتان کنه. ما هم امروز خبر شدیم و مجدد که خبر شدیم آمدیم یک مقدار مواد خوراکه را به کمک حاج صاحب فریدون و بی حاجی کریمه که از لندن یک مقدار پول روان کرده بودن. انشاءالله همکار ما بر شما یادآوری میکنه که چی مقدار ما سودا آخری فکر کنم یک 500 پیش ما مانده. ما دخترکی پس پیسه سودا زیاد مانده بود بگی خب
برو بچم پیش کن و تا دیدار دوباره خداوند یار مددگارتان در پناه حق باشیم. ما سپاسگزاریم از بی حاجی کریمه و حاجی سیف فریدون که از لندن مبلغ 10,000 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بود که مبلغ 9300 افغانی را مواد غذایی به این خانواده خریداری کرده، مبلغ 200 افغانی را برای رکشای باربری پرداخت نموده و مبلغ 500 افغانی هم نقداً به این خانواده پرداخت گردید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.